سلام به همه بچه‌های کنکوری عزیز. من روزا نیکسات هستم و خیلی خوشحالم که تو این مسیر همراهتونم. اینجا کانال پک و کارته، جایی که قراره تاریخ هنر رو طوری یاد بگیریم که هم برای کنکور هنر حسابی مفید باشه، هم جذاب و خاطر انگیز بمونه. تو جلسه دوممون میخوایم ماجراجوییمون توی کتاب تاریخ هنر ایران رو ادامه بدیم. امروز قرار دنیای سفال و سفالگری رو کشف کنیم. از اون اولین ظرف‌های ساده‌ای که انسان‌های اولیه ساختن تا شاهکارهای هنری خیره کننده‌ای که تو دوره‌های مختلف پیشا تاریخی خلق شدن. میخوام براتون از مسیر تحول سفال بگم، از سبک‌ها و روش‌های ساخت گرفته تا جزئیات جالبی که هر دوره تاریخی و هر منطقه باستانی رو خاص و منحصر به فرد کرده. سفالگری فقط یک هنر ساده نبوده، بلکه یه جور داستان زندگی، خلاقیت و فرهنگ آدم‌های گذشته است. قول میدم همین درس رو مفهومی یاد بگیرید و هم راحت توی ذهنتون بمونه. خب بریم سراغ درس امروز. رسیدیم به یکی از قدیمی‌ترین و جذاب‌ترین هنرهای بشر، سفالگری. همونطور که گفتم، سفالگری فقط یک هنر نیست، بلکه یکی از اولین نشونه‌های خلاقیت انسانه. جایی که نیاز روزمره با هنر ترکیب میشه. این هنر از همون زمانی که انسان‌ها فهمیدن میتونن از خاک و آب چیزی بسازن که هم کاربردی باشه و هم زیبا شروع شد. سفالای قدیمی مثل یه دفتر خاطرات اطلاعاتی از زندگی مردم گذشته رو بهمون میدن. از طرح و نقشاشون گرفته تا جنس و نوع ساختشون، هر کدوم یه داستان داره. مثلا سفالهای ساده دستساز که مال دوره‌های اولیه هستن بیشتر برای ذخیره غذا یا آب استفاده می‌شدن. ولی کم کم با اختراع چرخ سفالگری ساخت سفال خیلی دقیق‌تر و زیباتر میشه. در ادامه بیشتر در مورد روش‌های ساخت، طرح‌ها، نقشه‌نگارها و حتی رنگ‌هایی که توی سفالگری استفاده می‌شده صحبت می‌کنیم. این هنر نه تنها توی ایران بلکه توی تمام دنیا یکی از مهمترین راه‌های شناخت تمدن‌های قدیمیه. خب پس فهمیدیم که یکی از برجسته‌ترین هنرهای دوران پیشا تاریخی ایران سفالگریه که در اواخر هزاره نهم و اوایل هزاره هشتم قبل از میلاد، یعنی اواخر دوران نوسنگی آغاز شده. این هنر در اولین سکونتگاه‌های دائمی ایران، به ویژه در مناطق غربی مثل کوههای زاگرس، لرستان و گنجدره هرسین در کرمانشاه رواج پیدا کرده. سفال‌های این دوران به صورت دستی ساخته می‌شدند. بعد روی سفال‌ها نقاشی کشیده شد که ارزش هنری این آثار رو افزایش داد. شکل و فرم کلی و تزیین سفال‌های اولیه در دوران نوسنگی در مناطق مختلف ایران متفاوت بودند، اما از نظر مصالح و از نظر شیوه ساخت با همدیگه اشتراکاتی داشتند. یه نکته مهمترین ارزش‌های هنری سفال‌ها به واسطه نقاشی‌هایی است که روی اونها انجام می‌شده. توضیح بیشتری بدم. نقاشی‌هایی که روی سفال کشیده می‌شده نه تنها جنبه زیبایی شناسی داشتند، بلکه هر کدوم از این نقوش نمایانگر بخشی از فرهنگ، باورها و زندگی روزمره مردم اون دوران بودند. از نقوش هندسی که میتونستن نمادهای خاص یا مفاهیم معنوی رو انتقال بدن تا تصاویر جانوری که ممکن بود نشون دهنده ارتباط انسان با طبیعت یا آیین‌های مختلفی باشه. این نقاشی‌ها به نوعی زبان تصویری بودند که تاریخ، اعتقادات و سبک زندگی مردم اون دوران رو برای ما روایت میکنن. به همین دلیل نقوش روی سفال‌ها از مهمترین و ارزشمندترین آثار هنری به شمار میرن که اطلاعات زیادی از زندگی و تفکرات مردم پیش از تاریخ رو به ما میدن. قبل از اینکه چرخ سفالگری اختراع بشه، مردم با دست سفال‌های منقوش میساختن که خیلی زیبا و هنرمندانه بودن. وقتی میگم منقوش یعنی که سفال‌ها رو با دست میساختن و بعد روش نقاشی میکشیدن یا تصویری رو نقش میکردن.
این سفال‌ها بیشتر در مناطقی مثل تپه‌گوران در لرستان و علیکش در دهلوران تولید می‌شدند. شاخص‌ترین آثار سفالی دستساز ایران از مناطقی چون تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، تل باکون فارس، تپه شوش خوزستان، تپه زاغه قزوین و چشم علی ری به دست آمدند. این سفال‌ها معمولاً به رنگ‌های کرم و زرد نخودی بودند و با رنگ‌های سیاه یا قهوه‌ای تیره نقاشی شدند. این نقوش از ساده‌ترین طرح‌های هندسی گرفته تا تصاویری از حیوانات و موجودات به طور خاص نشون دهنده باورها و زندگی مردم اون دوران بودند. چرخ سفالگری یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها در تاریخ هنر و صنعت بشر بود که زندگی مردم اون دوران رو به کلی تغییر داد. قبل از اختراع این ابزار، سفال‌ها کاملاً با دست ساخته می‌شدند، روشی که بهش روش دستساز میگن. همونطور که میدونید در این روش سفالگر گل رو با دستش شکل میداده، اما محدودیت‌هایی مثل صرف زمان زیاد، نامتقارن بودن و نبود ظرافت باعث می‌شد که ساخت سفال خیلی سخت بشه و نتیجه نهایی هم ساده‌تر باشه. این چرخ به سفالگر اجازه میداد که گل رو روی یک صفحه دوار بذاره و با چرخوندن اون شکل‌های متقارن و زیبا بسازه. یکی از ویژگی‌های مهم این چرخ ایجاد خطوط دایره‌ای و متقارن روی سطح سفال بود که باعث شد زیبایی ظاهری سفالات چند برابر بشه. با این اختراع هنرمندان دیگه میتونستن نه تنها ظروف ساده‌ای مثل کاسه و کوزه، بلکه سفال‌هایی با طرح‌های پیچیده و ظریف بسازن. این تحول نه تنها در هنر، بلکه در زندگی روزمره مردم هم تأثیر بزرگی گذاشت، چون ظروف سفالی کاربردی‌تر و متنوع‌تر شدن. خلاصه که اختراع چرخ سفالگری نشون میده که انسان همیشه دنبال راههایی برای آسان‌تر و بهتر کردن کارها بوده و با خلاقیت خودش تونسته هنر رو به سطح بالاتری برسونه. این ابزار ساده پایه‌ای شد برای پیشرفت‌های بعدی در هنر و صنعت سفالگری. همینطور که گفتم در حدود 5000 سال قبل از میلاد انسان‌ها یکی از بزرگترین دستاوردهای خودشون یعنی چرخ سفالگری رو اختراع کردن. این اختراع که احتمالاً در سرزمین ایران جنوب غربی ایران شکل گرفت تحول بزرگی در تولید ظروف سفالی ایجاد کرد. چرخ سفالگری تولید رو افزایش داد و ظروف سفالی با سرعت بیشتری تولید می‌شدند. سرعت و دقتی که چرخ به سفالگری اضافه کرد باعث شد تولید سفال‌های بیشتر و با کیفیت‌تر ممکن بشه. سفال‌ها با کیفیت شدند و ساخت سفال‌های کاملاً متقارن ممکن شد. این ابزار به سفالگران امکان میداد تا با دقت بیشتری ظروفی همتراز و یکدست خلق کنند که هم کاربردی بودند و هم جذابیت هنری بیشتری داشتند. تزئیناتشون هم بهتر شد و امکان نقش پردازی دقیق‌تر روی سفال‌ها فراهم شد. چون به دلیل سطح صاف و یکدست این ظروف هنرمندان سفالگر میتونستن از تکنیک‌هایی مثل نقاشی با رنگ‌های طبیعی، کنده‌کاری یا حتی افزودن طرح‌های برجسته استفاده کنن. اینم اضافه کنم که تزئینات روی این سفال‌ها اغلب نمادی از فرهنگ، آیین و زندگی روزمره مردم اون زمان بود. چرخ سفالگری خیلی سریع به نقاط دیگه از دنیای اون زمان راه پیدا کرد و به مردم کمک کرد تا بتونن ظروف سفالی بیشتری بسازن. اونم با کیفیت بهتر و طراحی‌های زیباتر. به لطف این تحول ظروف سفالی هم به بخش جدای ناپذیر زندگی روزمره مردم تبدیل شد و هم به یکی از نمادهای هنر و تمدن اون دوران. سفال‌هایی که با چرخ ساخته می شدن بیشتر شامل انواع کاسه ها، ظروف دهانگشا، جام ها و پیاله های پایدار بودند. این سفالینه‌ها به رنگ‌های کرم و زرد نخودی بودند.
این ظروف نه تنها کاربردی بودند بلکه با طرح‌های زیبای هندسی، نقش‌های جانوری و یا ترکیبی از هر دو تزیین می‌شدند و به نوعی هنر و زندگی روزمره رو در کنار همدیگه نشون می‌دادند. رنگ این نقوش سیاه یا قهوه‌ای تیره بود. این آثار مربوط به حدود 1004 پیش از میلاد هستند. این ظروف در مناطقی مثل تپه سیرک، تپه حصار، تله باکون و شوش پیدا شدند. سفال‌های منقوش تک رنگ که مخصوص این دوره هستند، تنها برای استفاده‌های روزمره نبودند، بلکه به عنوان یک ابزار مهم برای انتقال مفاهیم فرهنگی و بیان داستان‌های اجتماعی و مذهبی مردم غرب ایران در اون زمان عمل می‌کردند. به این ترتیب سفالگری در هزاره دوم پیش از میلاد نه تنها ابزاری برای تولید ظروف بلکه وسیله‌ای برای بیان هنری و فرهنگی مردم بود که به نسل‌های بعدی هم منتقل می‌شد. در هزاره دوم پیش از میلاد سفالینه‌های منقوش تک‌رنگ در مناطق غربی ایران رواج پیدا کرد. این سفال‌ها معمولاً با رنگ قهوه‌ای تیره روی زمینه از رنگ زرد نخودی تزیین می‌شدند که ترکیب این دو رنگ جذابیت خاصی به آنها می‌داد. طرح‌های هندسی پیچیده که روی این سفال‌ها دیده می‌شدند، نشون دهنده تکامل و پیشرفت در هنر سفالگری در این مناطق یعنی غرب ایران بود. این نقوش اغلب شامل الگوهای هندسی پیچیده، خطوط و شکل‌های تکراری بودند که به نوعی تأکید بر مهارت و دقت بالای سفالگران اون زمان داشتند. اما نکته جالب توجه اینه که این نقوش بر روی سفال‌ها نه تنها به عنوان تزیینات ساده بلکه به عنوان نوعی ارتباط تصویری و بیان فرهنگی هم محسوب می‌شدند. میتونیم این نقوش رو به نوعی ادامه‌ای از صخره‌نگاری‌های قدیمی در غارهای لرستان بدونیم. در این غارها نقاشی از حیوانات و صحنه‌های شکار به چشم می‌خوره که به مرور زمان در سفال‌ها به شکلی ظریف‌تر و منظم‌تر بازنمایی شده. این تحول نشون دهنده پیشرفت در تکنیک‌های هنری و همچنین تغییرات در شیوه‌های زندگی مردم اون دوران بوده. سفال‌های منقوش تک‌رنگ در واقع ارتباط نزدیکی با هنرهای صخره‌ای داشتند و از آنجا که این نقوش بر روی سفال‌ها بسیار دقیق و منظم اجرا می‌شدند، میشه اونها را نتیجه از تجربه‌های هنری و فرهنگی بسیار غنی به حساب بیاریم. نقوش و تزیینات روی سفال‌ها از هندسی تا جانوری برای مردم اون دوران خیلی مهم بوده. اما اهمیت سفالگری دوران پیش تاریخی فقط در هنر بودنش خلاصه نمیشه. این سفال‌ها به ما نشون میدن که مردم اون زمان چطور زندگی میکردن، چطور فکر میکردن و چطور از هنر برای بیان باورها، آرزوها و نیازهای روزمرهشون استفاده میکردن. این نقوش نه تنها کاربردی بودن بلکه به عنوان یک وسیله برای بیان مفاهیم و انتقال پیام‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگه استفاده می‌شدن. این نقوش از ساده‌ترین طرح‌های هندسی گرفته تا تصاویر از حیوانات و موجودات و حتی طرح‌های انسانی به طور خاص نشون دهنده باورها و زندگی مردم اون دوران بودن و به نوعی یک داستان از زندگی مردم ایران باستان رو در زمینه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی و فرهنگی روایت می‌کنند. پس گفتیم که نقوش روی سفال‌ها فقط برای زیبایی نبودن. بسیاری از اونها جنبه نمادین داشتن و بیانگر مفاهیم عمیق یا آیینی بودن. نقاشان سفالگر معمولاً با دقت به دنیای اطرافشون نگاه می‌کردن و از طبیعت، حیوانات، انسان‌ها و حتی آیین‌ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دور و برشون الهام می‌گرفتن. اما نکته جالب اینه که این نقاشان فقط از طبیعت کپی نمی‌کردن، بلکه به این نقوش مفاهیم معنوی و تمثیلی می‌دادن. برای مثال برخی از نقوش جانوری یا هندسی ممکن بود که نمادی از باورها، آرزوها یا نیازهای معنوی مردم اون دوران باشه.
کشف سفالهای باستانی از مقابر و وجود نقوش نمادین روی اونها نشون دهنده اینه که این ظروف تنها برای استفاده روزمره نبودن، بلکه بسیار از این سفالها کاربرد آیینی داشتند و به نوعی در مراسم و باورهای مذهبی مردم اون زمان نقش مهم ایفا می‌کردند. نقوشی که بر روی این سفال حک شدن، ارزش‌های اعتقادی و معنوی اون دوران رو منتقل می‌کنند. این آثار به عنوان آثاری آیینی و نمادین نشون دهنده ارتباط مردم با دنیای ماورا و جهانهای معنوی بودند. بر روی سفالهای باستانی تصاویری از حیوانات مختلف به چشم می‌خوره. حیواناتی مانند قوچ، بز، گوزن و پرندگان به طور معمول روی این سفالها نقاشی می‌شدند. این نقوش معمولاً در شکل‌ها و حالاتی ساده و گاهی اغراق‌آمیز به تصویر کشیده می‌شدند، به طوری که می‌تونیم ویژگی‌های خاص این حیوانات رو به شکل‌های هنری و نمادین مشاهده کنیم. برخی از این تصاویری که از دنیای حیوانات الهام گرفته شدند، ممکنه جنبه‌های مذهبی نمادین داشته باشند و به باورهای اون دوران اشاره کنند. علاوه بر حیوانات، طبیعت نیز بخش مهمی از نقوش روی سفالها رو تشکیل میده. نقوشی مثل کوه‌ها، جویبارها، گیاهان و خورشید به عنوان نمادهای از قدرت‌های طبیعی و الهی بر روی این سفالها ترسیم شدند که ارتباط نزدیک انسان آن دوران با طبیعت رو نشون میده. حتی زمین به عنوان یک عنصر حیاتی و مقدس در برخی از نقوش حضور داره. این تصاویر و نقوش نه تنها برای زیبایی طراحی می‌شدند، بلکه نشون دهنده ارتباط عمیق مردم اون زمان با طبیعت و باورهای مذهبیشون بوده. این نقوش به نوعی بازتاب دهنده دنیای معنوی و طبیعی اطراف مردم بودند و از طریق اونها مردم احساسات، اعتقادات و ارتباط خودشون با دنیای پیرامونشون رو به تصویر می‌کشیدن. بنابراین این طرح‌ها به عنوان یک زبان تصویری عمل می‌کردند که هم نشون دهنده زیبایی‌های طبیعی و هم بیانگر مفهوم‌های فرهنگی و مذهبی اون دوران بودند. نقوش سفال‌ها معمولاً به صورت دو بعدی و با رنگ‌های تخت اجرا می‌شدند. رنگ تخت یعنی به کار بردن رنگ بدون سایه روشن. رنگ‌های رایج شامل سیاه، قهوه‌ای و اوخرایی بودند که روی زمین‌های روشن سفال مانند زرد نخودی اجرا می‌شدند. هنرمند سفالگر همیشه تلاش می‌کرده که مفاهیم پیچیده رو با زبان ساده و به شکل نشانه‌های قابل درک برای همه به تصویر بکشه. کار هنرمندان سفالگر شباهت خیلی زیادی به نوشتن داشته. او همیشه سعی کرده که پندارهای خودش و جامعه خودش رو یه جا ثبت کنه و با زبان ساده به شکل تصویری به دیگران انتقالشون بده. و برای همین این نقوش معمولاً به شکل‌های ساده و هندسی چیزی در حد علامت و نشانه، اما با معانی عمیق در طرح‌های سفالین به نمایش در می‌آمدند. به عنوان مثال، مربع به عنوان نماد زمین به کار می‌رفته و دایره نشانه خورشید و آسمان و مثلث هم نماد کوه بوده. ناگفته نمونه که این نقوش ساده کم کم به شکل نقوش قراردادی در میان و استفاده از اونها بعد از مدتی همگانی میشه. هنرمندان به ایجاد عمق، بافت یا سایه روشن علاقه‌ای نداشتند و طرح‌ها کاملا ساده و گاهی با اغراق اجرا می شدن. یه نکته مهم. در دوران مس‌سنگی سفالگری با ویژگی‌های خاصی شناخته می شده. رنگ‌های قرمز و زرد نخودی با نقوش سیاه همیشه غالب بودن. نقوش هندسی اغلب به شیوه هاشورزنی اجرا می شدن. و این سفال‌ها بیشتر به عنوان ظروف کاربردی و آیینی استفاده می شدن. تو چند تا اسلاید نمونه‌های مهم سفالگری باستانی ایران رو با هم ببینیم. اینا نمونه سفالایی هستن از منطقه سیلک کاشان. نقوش هندسی بیش از هر چیزی روی این سفال‌ها جلب نظر میکنه. در کنار این نقوش هندسی،
از نقش حیوانات اهلی و وحشی و حتی افسانه‌ای هم استفاده می شده. وجود نقش پلنگ، شیر، گوزن و آهو نشانه‌هایی از وضعیت طبیعی و اقلیمی این تمدن در گذشته داره. ترسیم نقش آب و حتی گاهی ماهی بیانگر اهمیت آب در منطقه سیالکه. جالب اینجاست که یافته‌های زمین شناختی و جغرافیایی نیز این داده‌ها رو تایید می‌کنه و نقوش سفال‌های سیالک نشون دهنده جنگل‌های انبوه و رودخانه‌هایی است که زمانی در این منطقه وجود داشته. سفال‌های کشف شده از تپه‌گیان نهاوند رو ببینید. معمولاً این سفالینه‌ها در دو فرم غالب هستند، یا خمره هستند و یا تنگ. خمره‌ها بسیار بزرگند و تنگ‌ها کوچکند. در حدی کوچک که ارتفاع بزرگترین تنگ‌هایی به دست اومده از این منطقه حدود 7 سانتی متره. نوارهای عمودی افقی رو میشه به عنوان نقوش رایج که مکررن هم تکرار میشن شناخت. روی این سفال‌ها اغلب نقش از پرندگان رو هم میتونیم ببینیم. سفال‌های تپه‌حصار دامغان. نخستین ظروف سفالین این منطقه با دست ساخته می‌شده و با نقوش هندسی تیره بر روی اونها نقاشی می‌شده. در سفال‌های ابتدایی این منطقه از خطوط هندسی شامل خطوط مستقیم، مورب و مواج استفاده می‌شده و کم کم سفال چرخی هم در این منطقه باب میشه و نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی به نقوش هندسی سفال‌های دستساز اضافه میشه. نقوش حیوانات ساده هستند و در اجرای اونها غلف شده، مثل شاخ‌ها و حالت بدن حیوانات. به سفال‌های تله باکون مرودشت فارس نگاه کنید. ببینید چقدر خاص هستن. تو سفال‌های پیدا شده در تله باکون یه سری جام آبخوری و سبوهای بزرگ و خیلی ظریف کشف شده که روی اونها با قلم سیاه نقوش مختلفی کشیده شدن. طرح‌ها کاملا منظم و هندسی هستن و نشون میدن که هنرمندان اون زمان چقدر توی سفالگری و نقاشی حرفه‌ای بودن. این ظروف خیلی ظریف و نازکن، طوری که میشه گفت مثل پوست تخم مرغ هستن. حتی میشه گفت از نظر زیبایی و ظرافت با ظروف چینی پیشرفته امروزی رقابت میکنن. رنگ بیشتر این ظروف زرد کم رنگه و نقوش روی اونها با قلم سیاه کشیده شده. مثلا طرحی از گاو یا بز کوهی روی این سفال‌ها زیاد دیده میشه. یکی از طرح‌هایی که خیلی خاصه و بیشتر از بقیه جلب توجه میکنه و خیلی پرتکراره نقش صلیب شکسته است. این طرح خاص نشون میده که احتمالاً مردم این منطقه مثل خیلی جاهای دیگه ایران از نژاد آریایی بودن. نقش‌مایه‌های جانوری روی این سفال‌ها فوق‌العاده متنوع، از حیوانات، پرندگان، خزندگان و حتی موجودات آبزی هم استفاده شده. بعضی وقتا این نقش‌ها خیلی واقعی کشیده شدن و گاهی هم به صورت بسیار انتزاعی و خیالی هستن. مثلا حیوانات یا پرنده‌ها رو طوری طراحی کردن که انگار به هم متصل شدن و توی حاشیه سفال تکرار شدن، مثل یک نوار زیبا دور تا دور ظرف، مثل این سفال سمت راست. علاوه بر این توی خیلی از سفال‌ها عناصر ساده‌ای مثل نقطه خط و شکل‌های هندسی دیده میشه. بعضی وقتا این عناصر مکمل طرح اصلی هستن و گاهی حتی به تنهایی کل طرح رو تشکیل دادن. خلاصه توی این سفال‌ها هم نقوش هندسی و هم طرح‌های گیاهی و جانوری، حتی نقش آدم‌ها دیده میشه. گاهی واقعی و گاهی کاملا خیالی. یه نمونه خیلی جالب طرح پرنده‌ای که روی این سفالینه وسط هست. جالبه بدونیم که خیلی فکر می‌کنن این طرح یه آدمه ولی در واقع یه پرنده است. برعکسش هم هست. روی سفال سمت چپ یه نقش انتزاعی از آدم کشیده شده که بیشتر شبیه یک طرح خیالیه. رسیدیم به سفال‌های شهر سوخته سیستان که آثار هنری فوق‌العاده‌ای از دل خاک بیرون اومدن. بیشتر این سفال‌ها با نقش‌هایی به رنگ‌های خاکستری و قرمز تزیین شدن
این طرحها اغلب از طبیعت یا باورهای مردم اون دوران الهام گرفتن. یه سری از این سفال‌ها دو رنگ بودن. مثلا لیوان‌های با کف صاف که روی اونها طرح‌های هندسی به رنگ‌های سیاه و قهوه‌ای کشیده شده. این سفال‌های خاص معمولاً از قبرها پیدا شدن و نشون میدن که مردم اون زمان از این ظروف برای مراسم‌های خاص یا تدفین استفاده می‌کردن. اما شاهکار اصلی شهر سوخته این جام سفالیه که حدود 5000 سال قدمت داره. نقوشی که روی این جام هست وقتی کنار هم قرار میگیرن یک تصویر متحرک رو ایجاد میکنن. این تصویر یه بز رو نشون میده که در حال پریدن به سمت درخته و برگ‌های درخت رو میخوره. نقوش به شکلی هدفمند طراحی شدن که حس حرکت رو القا میکنن. جالبه بدونید وقتی این نقش‌ها رو کنار هم گذاشتن تونستن یه فیلم 20 ثانیه‌ای ازش بسازن. این اثر شگفت انگیز که شبیه یه انیمیشن ابتداییه باعث شده که کارشناسان ازش به عنوان اولین انیمیشن جهان یاد کنن. این جام نشونه خلاقیت فوق‌العاده و نگاه دقیق هنرمندان اون زمان به حرکت و زندگیه. از تل باکون تا شهر سوخته، سفالگری ایران همیشه پر از خلاقیت، ظرافت و هنر بوده. طرحهایی که روی این ظروف کشیده شده نه تنها زندگی و باورهای مردم اون دوران رو به تصویر کشیده بلکه نشون داده چطور هنر میتونه از دل خاک، روح و خلاقیت بشر رو جاودانه کنه. سیر تحول سفالگری رو به صورت خیلی منسجم با هم جمع‌بندی کنیم. عصر نوسنگی 1008 تا 6 پیش از میلاد. آثار سفالی این دوران از مناطق چون گنجدره هرسین کرمانشاه و غار کمربند بهشهر مازندران کشف شدند و قدمت اونها به حدود 1008 پیش از میلاد باز می‌گردند. این سفال‌ها نشون دهنده نخستین تلاش‌های انسان برای ساخت ظروف کاربردی با خاک رس هست. این ظروف که به سفالینه‌های غار معروفن دستساز بوده و با دست‌های انسان‌های اولیه شکل گرفتن. رنگ غالب این سفال‌ها قهوه‌ای هستند و ویژگی‌هاشون شامل ضخامت زیاد که به روش ابتدایی ساخت برمیگرده، نرمی و شکنندگی به دلیل پخت ناکافی در کوره‌های ابتدایی و بافت خشن و ناصاف که نشون دهنده از ابزارهای ساده و تکنیک‌های اولیه است. این ظروف به دلیل پخت ناکافی، دودخوردگی و سطح سیاه و ناهموار مناسب نگهداری مایعات نبودند. بیشتر از اونها برای ذخیره دانه‌های خوراکی و سبزیجات استفاده می‌شده. سفال‌های این دوران نقطه اتصال دو دوره غارنشینی و شهرنشینی در ایران هستند. بخشی از این سفال‌ها از دل غارها و بخشی دیگر از دشت‌ها کشف شدند که نشان دهنده گذار تدریجی انسان به استقرار در مناطق باز و شکل‌گیری روستاهاست. هر منطقه از فلات ایران در طراحی و تزیین سفال‌ها ویژگی‌های خاص خودش رو داشته. اما از نظر شیوه ساخت و مواد اولیه اشتراکات بسیاری وجود داشت که به وجود تکنولوژی مشابه در این دوران اشاره داره. یکی از مهمترین کشفیات این دوره یک ظرف سفالی از تپه سنگ چخماق شاهروده که با الگویی از یک خانه روستایی ساخته شده. این اثر به عنوان یک ماکت کوچک شاید گفت گویاترین و مستندترین مدرکی که تا حالا کشف شده و به ما کمک میکنه که بتونیم تصویر از یک خانه رو در دوران ابتدایی عصر استقرار و یک جانشینی در ذهنمون مجسم کنیم. و اینم تصویر همون ماکت سفالی با الگوی خونه است که الان دربارش گفتم. این سفالینا نه فقط ابزارهای کاربردی بلکه نشانه‌هایی از آغاز تفکر هنری و نظم اجتماعی انسان‌های اولی در ایران باستان هستند. عصر مس و سنگ قدیم 1005 پیش از میلاد. در این دوران
ساخت سفال پیشرفت میکنه و به مرحله از تکامل میرسه که ظروف با دقت بیشتری ساخته و بهتر پخته میشن. این پیشرفت باعث شد که سفال به بخش ضروری از زندگی مردم تبدیل شه و جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره اونها پیدا کنه. اولین سفال‌هایی که توسط ساکنان فلات ایران در هزاره پنجم پیش از میلاد ساخته شدند، ظروفی دستساز با رنگ‌های سیاه و قرمز بودند. این ظروف بیشتر برای ذخیره مواد غذایی به ویژه غلات و دانه‌های خوراکی استفاده می‌شدند. اکثر سفال‌های این دوره رنگ سیاه داشتند که ناشی از دود حاصل از سوخت هیزم در کوره‌های ساده و ابتدایی اون زمان بود. ظروف معمولاً به شکل کاسه‌های ناهموار و ناپایدار ساخته می‌شدند. پایه‌های این کاسه‌ها به شکلی شبیه تخم مرغ طراحی می‌شد که نشون دهنده سادگی در ساخت و نبود ابزارهای پیشرفته برای ایجاد تقارن در ظروف بود. این تحولات در سفالگری نمایانگر تلاش انسان‌های آن دوران برای بهبود ابزارهای زندگی و پاسخ به نیازهای روزمره‌شونه. پیشینه سفالگری منقوش به همین دوران برمیگرده. چرا؟ چون اولین بار در این دوره بوده که نقاشی روی سفال‌ها شروع شد. طرح‌های ساده هندسی و جانوری روی این ظروف دیده میشه که نشونه‌ای از خلاقیت و تلاش مردم برای زیباتر کردن ظروفشونه. یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های سفال‌های این دوره نقوشی که با روش هاشورزنی روی اونها کشیده شده. این نقوش بیشتر از هنر سبد بافی الهام گرفته شده بودن، یعنی خطهای افقی، عمودی و متقاطع که مثل بافت سبد روی ظروف نقاشی می‌شدن. این طرح‌ها همیشه به رنگ سیاه بودن و با دقت روی سفال‌ها کشیده می‌شدن که نشون دهنده ارتباط نزدیک مردم اون زمان با هنرهای دیگه مثل بافت سبد و کلاً حسی بافی بوده. در منطقه تنگ بلاغی در فارس یه سری کوره‌های قدیمی سفالپزی پیدا شده که از ابتدایی ترین نمونه‌های کوره در ایران به حساب میان. این کوره‌ها نشون میدن که مردم اون دوران کم کم روش‌های پخت سفال رو بهتر کردن و به دنبال راه‌هایی بودن که ظروفشون مقاوم‌تر بشه. راستی جالب بدون که بلاغ در زبان ترکی به معنی چشم است. این موارد هم نشونه پیشرفت هنری اون زمانه، هم ارتباط نزدیک مردم با طبیعت و استفاده از منابع و مهارت‌ها برای ساخت چیزهای کاربردی و زیبا. عصر مس و سنگ قدیم، هزاره چهارم پیش از میلاد. یکی از بزرگترین پیشرفت‌های هنر سفالگری اختراع چرخ سفالگریه. خیلی از محقق‌ها و باستانشناس‌ها معتقدن این اختراع به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد برمیگرده. این چرخ به سفالگرا کمک کرد تا بتونن ظروفی دقیق‌تر، سریع‌تر و زیباتر بسازن و به نوعی انقلابی در این هنر ایجاد شد. هنوز مشخص نیست که اولین بار این اختراع تو کجا انجام شده. بعضیا میگن سیلک کاشان و بعضیا شوش خوزستان رو اولین مکان این اختراع میدونن. اما چیزی که خیلی‌ها روش توافق دارن اینه که ساکنان فلات مرکزی ایران اولین مخترعهای چرخ سفالگری در دنیا بودن. سفال‌هایی که با چرخ سفالگری ساخته می‌شدن به سفال‌های چرخی معروفن. این ظروف معمولا شامل کاسه، ظرف‌های دهانگشاد، جام و پیاله‌های پایدار بودن. نکته مهم اینه که این ظروف کاملا گرد، متقارن و خیلی ظریف ساخته می‌شدن. این تصویر نمونه از چرخ‌های سفالگری اون دوره رو نشون میده. وسیله که واقعا تحول بزرگی تو هنر سفالگری به وجود آورد. همونطور که گفتم با اختراع این چرخ سفالگرا تونستن ظروفی گرد و کاملا متقارن بسازن، چیزی که با دست ساختن به این دقت ممکن نبود. چرخ سفالگری نه تنها کار ساخت سفال رو سریع‌تر و راحت‌تر کرد، بلکه باعث شد نقاشی و تزیین روی این ظروف هم بیشتر به چشم بیاد. چون وقتی سطح ظرف صاف و منظم باشه، نقوشی که روش کشیده میشه زیباتر و دقیق‌تر دیده میشه.
از این به بعد نقاشی رو سفال‌ها نه فقط یک تزیین ساده بود، بلکه خودش تبدیل شد به یک بخش مهم از هنر سفالگری. میشه گفت چرخ سفالگری کمک کرد که هنر سفالسازی یک قدم بزرگ به سمت پیشرفت برداره و از یه صنعت ساده به یه هنر زیبا و پر جزئیات تبدیل بشه. همین وسیله باعث شد که سفال‌ها هم کاربردی‌تر و هم زیباتر بشن و نقوش روی ظروف به خوبی ارزش‌های فرهنگی و هنری اون دوران رو منعکس کنن. روی سفال‌های این دوره معمولاً نقش‌ها با رنگ سیاه یا قهوه‌ای تیره کشیده می‌شد و زمینه خود سفال هم معمولاً به رنگ‌های کرم یا زرد نخودی بود. این ترکیب رنگ ساده اما چشم‌نواز حسابی جلوه خاصی به ظروف میداد. نقشایی که روی این سفال‌ها دیده میشه فقط به طرح‌های هندسی یا گیاهی محدود نبود، بلکه نقش حیوانات و حتی انسان‌ها هم روی اونها دیده میشد. از همه جالبتر این که هنرمندان اون زمان برای اولین بار صحنه‌هایی از زندگی روزمره مثل جشن‌ها، مراسم شادی، رقص و حتی وقایع خاص رو روی سفال‌ها ثبت کردن. این کار برای خودش یه جور نوآوری به حساب می‌آمد و نشون میده که چقدر ذوق و خلاقیت تو کارشون زیاد بوده. تصاویر که روی این سفال‌ها می‌بینیم شامل نقوش ساده اما جذابی از مار، پلنگ، قوچ، لک‌لک، روباه و حیوانات دیگه هستن. جالب بدونید که این نقوش نسبت به طرح‌هایی که قبلا روی سفال‌ها اجرا می‌شده خیلی واقع گرایانه ترن. انگار هنرمندان میخواستن بیشتر طبیعت و زندگی واقعی اطرافشون در اون زمان رو به تصویر بکشن و با این کار هنر سفالگری یه قدم دیگه جلو ببرن. عصر مس و سنگ جدید، عصر مفرق، هزاره سوم پیش از میلاد. در هزاره سوم پیش از میلاد تمدن‌های جنوب و جنوب غرب ایران توی سفالگری پیشرفت حسابی کردند. این همون دوره‌ایه که سفال‌های نخودی که از دوره قبل رایج شده بودن بیشتر از قبل تکامل پیدا کردن. رنگ این سفال‌ها معمولاً زرد نخودیه و نقوشی که روشون دیده میشه قهوه‌ای تیره هستن. ترکیب این دو رنگ یک جلوه خاص و جذاب در ظرف‌ها ایجاد می‌کرده. سفال‌های این دوره دو ویژگی خیلی مهم دارن که ارزش هنری و اقتصادی بالایی بهشون داده. یکی این که موقع ساخت و پخت این سفال‌ها خیلی دقت می‌کردن، برای همین ظروفی که تولید می‌شدن محکم و با دوام بودن. دوم هم استفاده از رنگ‌های اکسیدی برای نقاشی روی این ظروف بود که باعث می‌شد نقوش ماندگار و جذاب‌تر بشن. اما چیزی که خیلی تو این دوره جلب توجه میکنه جنبه نمادین نقوشه. نقوشی که روی سفال‌ها کشیده میشدن دیگه فقط جنبه تزئینی یا ساده نداشتن، بلکه هر کدومشون به معنی خاص یه باور یا یه داستان رو منتقل میکردن. این نشون میده که مردم اون دوران چقدر از هنر برای بیان عقاید و احساساتشون استفاده میکردن. در واقع نسبت به دوره‌های قبل اهمیت نمادها توی این نقوش خیلی بیشتر شده بود. در این دوره سفال‌های نخودی خیلی معروف و رایج شدن. این سفال‌ها نه تنها توی یه منطقه خاص بلکه توی سراسر فلات ایران تولید می‌شدن و از جنوب تا شمال و مرکز کشور گسترش پیدا کردن. از دشت خوزستان و شوش گرفته تا تپه موسیان و تل باکون و تل ملیان همه جا نمونه‌هایی از این سفال‌ها پیدا شده. حتی در جاهایی مثل تپه گیان نهاوند، تل شقا یا همون چقا در فارس، تپه حصار دامغان و تپه سیلک کاشان هم آثاری از این فرهنگ سفالگری دیده میشه. اما یکی از کشفیات جالب و خاص این دوره از تپه ملیان به دست اومده. اینجا سفال‌هایی پیدا شده که ویژگی منحصر به فردی دارن. این سفال‌ها به رنگ نخودی هستن، درست مثل سفال‌های دیگه، ولی روی بدنشون نقوش ردیفی از پرنده‌ها دیده میشه.
به همین خاطر به این نوع سفال‌ها لقب سفال‌های کفتری یا کبوتری دادن. این نقوش ساده و زیبا یه جور ارتباط بین هنر و طبیعت اون زمان رو نشون میده و اهمیت پرنده ها رو توی فرهنگ و باورهای مردم اون دوران به تصویر میکشه. این گستردگی و تنوع تو سفالهای نخودی نشون میده که چقدر این نوع سفالگری توی اون زمان رایج و مورد توجه بوده و چطور هر منطقه ویژگی خاص خودش رو به این هنر اضافه کرده. در سفال‌های به دست اومده از تل باکن و تل نخودی در مردشت نقوش خیلی عجیب و خاصی دیده میشه. مثلا یه بز رو نقاشی کردن که انگار تمام بدنش تبدیل شده به یک جفت شاخ بزرگ، یا تصاویری از مردایی که شبیه مارمولک هستن و دور هم جمع شدن و دارن میرقصن. این تصاویر دور تا دور سفال‌ها کشیده شدن و یه جور حالت نوار مانندی درست کردن. نقاشی‌های این دوره خیلی خیال انگیزن و وقتی بهشون نگاه میکنی حس میکنی یه داستانی پشت هر نقش هست که آدم رو به فکر میبره. حالا اگه بریم سراغ سفالینه‌های تپه حصار، اونها هم دنیای خاص خودشون رو دارن. نقوش که روی این سفال‌ها دیده میشه بیشتر شامل پلنگ، ببر، سگ شکاری، مرغابی و بز کوهی هستن. اما یه نکته خیلی جالب تو این سفال‌ها اینه که گاهی وسط شاخهای بز کوهی یک گل 5 پر نقاشی می‌کردن. این ترکیب نقوش جذابیت خاص به سفال‌ها داده که آدم از دیدنشون بسیار لذت میبره. عصر آهن، عصر کوچ آریایی‌ها. بین هزاره دوم تا اواسط هزاره اول پیش از میلاد سفالگری وارد یک دوره جدید شد که بهش میگن دوره سفال خاکستری. این دوره تو شمال و شمال غرب ایران حسابی معروفه. سفالهای خاکستری با یه تکنیک جالب ساخته می شدن. سفالگرها یاد گرفته بودن چطوری سفالها رو تو کوره جوری بپزن که قبل از قرمز شدن از طریق کربونیزه کردن رنگشون خاکستری یا سیاه بشه. این روش باعث شد این سفالها یه ظاهر خیلی خاص و جذاب پیدا کنن که با سفالهای قبلی فرق داشت. یه نکته دیگه این که این سفال‌ها رو گاهی به اسم سفال مهاجران آریایی هم میشناسن، چون به نظر میرسه این نوع هنر و تکنیک با ورود آریایی‌ها به ایران گسترش پیدا کرده. مراکز مهم این دوره هم حسابی پراکنده بودن و هر کدوم یه ویژگی خاص داشتن. مثلا تپه حسندو، تپه مالیک، تپه املش، تپه خروین و تپه سیلک از معروف‌ترین جاهایی بودن که این سفال‌ها توشون پیدا شدن. هر کدوم از این مناطق داستان‌های خودشونو دارن و نشون میدن که این سفال‌ها چقدر تو فرهنگ و زندگی روزمره اون زمان اهمیت داشته. تو این دوره سفال خاکستری هنرمندها بیشتر از این که بخوان روی نقش و نگار روی سفال‌ها کار کنن، تمرکزشون رو گذاشته بودن روی شکل و فرم ظروف. این باعث شده بود سفالگری و پیکر تراشی کم کم به هم گره بخورن. یعنی دیگه ظرفا فقط برای استفاده نبودن، خودشون یک اثر هنری بودن. مثلا تو تپه مالیک ظروفی پیدا شده که خیلی خاص و هنرمندانه طراحی شدن. این سفال‌ها نه تنها از نظر کاربردی جالب بودن، بلکه از نظر زیبایی شناسی هم واقعاً چشمگیر بودن. شکل‌هاشون به حدی خاص و جذاب بوده که جزو شاخص‌ترین آثار این دوره به حساب میان. حالا یکی از اختراعات جالب این دوره ظروفی به اسم لوله ناودانی یا منقاری. این ظروف یه طراحی خیلی هوشمندانه داشتن و بهترین نمونه‌هاشون تو تپه سیلک کاشان پیدا شده. ظاهر این ظرف‌ها شبیه لوله بوده که برای ریختن مایعات طراحی شدن. اما چیزی که جالبترش میکرد نقش و نگارهایی بوده که روشون کشیده میشدن. بیشتر این ظروف با طرح‌های هندسی و رنگ‌های قرمز روی زمینه کرم تزیین میشدن. یکی از طرح‌های معروفی که روی این ظرف‌ها دیده میشه گردونه خورشیده. این طرح دور دهانه ظرف نقش بسته بود و به شکل اشعه‌های خورشید طراحی می‌شده. تصور کن که هم کاربردی بوده و هم یه جور نماد مذهبی یا شاید فرهنگی. این نوآوری‌ها و هنرهای خاص باعث شده این دوره سفالگری جایگاه ویژه تو تاریخ هنر ایران داشته باشن. هم تکنیک‌های جدید استفاده می‌کردن و هم نگاه تازه به طراحی و فرم کلی سفال‌ها داشتن.
تو این دوره سفالگری ظروفی کشف شدن که واقعا تنوع زیادی داشتن. مثلا سپایه‌ها، جام‌های پایه‌دار و کاسه‌های ساده پایه‌دار در اندازه‌های مختلف جزو رایج‌ترین ها بودن. این ظروف نشون میدن که سفالگری اون زمان دیگه فقط برای رفع نیاز روزمره نبوده، بلکه بیشتر شبیه هنر و خلاقیت شده بود. حالا از تپه قربین هم یه سری ظروف خاص کشف شده که خیلی جالبه. مثلا ظروفی که به شکل پرنده پیدا کردن که طراحی خیلی ساده‌ای داشتن و خبری از نقشه‌نگارهای پیچیده روشون نبوده. رنگ این ظروف بیشتر سیاه، خاکستری یا قرمز بودن. حتی ظروف عجیب غریبی به شکل کفش یا زیورآلات هم پیدا شده. یکی از این زیورآلات که خیلی هم جالبه، گوشواره‌هایی به شکل هلال ماه که این گوشواره‌ها با طرح سر انسان تزیین شدن. جاهایی هم از آینه‌های مفرقی برای زیباتر کردنشون استفاده شده. فکر کن حتی سفال‌هاشون هم نشون میده که مردم اون زمان چقدر سلیقه و خلاقیت داشتن. یه نکته دیگه که بسیار تو این دوره مهم بوده، تغییراتی بوده که تو آینه تدفین مردگانشون ایجاد شده. این تغییرات باعث شده که ظروف سفالی نقش پررنگی تو مراسم‌های تدفینی پیدا کنن. این سفال‌ها رو کنار مرده‌ها می‌ذاشتن، شاید برای نشونه از احترام، شاید هم برای کمک به روح توی دنیای دیگه. به طور کلی ظروف این دوره فقط یه وسیله ساده نبودن، انگار یه جور داستان و فرهنگ توی خودشون داشتن. هم کاربردی بودن، هم هنری، هم بخشی از باورها و رسوم مردم اون دوران بوده. خب بخش دوم سفرمون که مربوط به دنیای شگفت‌انگیز سفال ایران بود همینجا به پایان میرسه. تو این ویدیو درباره سیر تحول سفال، سبک‌ها، تکنیک‌ها و داستان‌های پنهان در دل این هنر قدیمی صحبت کردیم. امیدوارم که این بخش براتون جذاب بوده باشه. برای ویدیوهای بعدی آماده بشید. قراره با هم به اولین سکونتگاه‌های انسان در این سرزمین سر بزنیم، یعنی غارها و تپه‌های باستانی. زندگی پیشا تاریخی مردم رو در این نقاط بررسی کنیم و چند غار و چند تپه تاریخی رو هم بشناسیم. پس حتما همراه من باشید تا این فصل تازه از تاریخ زندگی بشر رو با هم مرور کنیم. مثل همیشه همراهی شما برای من باعث دلگرمیه. روزا نیکزاد هستم و اینجا کانال پک و کارته، جایی که تاریخ هنر رو با عشق براتون روایت میکنم.